رسن ورا یا رسن ورا ری حق راسیان برانن ورا راستی و پاکی و نیستی و ردا قدم و قدم تا و منزلگاه. بینرای عزیز ویرای ریز و سلام و اگر یکمین برنامه یریتنی همین خدمتتان ایمه و ای برنامه قصد من یارستان به تواوی و بروردی پیتان بناسینی من و گردمان بن و اگر یکمین برنامه و سرطات فهم اشاره بیچی بکیمن و بشه یارستان هر جوری که از من بشه یارستان و تو بشه یار و سان درست بیا و به نرد لباره وشه یار اتفاق نظر وجود دارد که و نسبت به او راستی که و کار تری من واتا و معنی جور و جورک دارد وکو دوست پیرو اویندار یا معشوق هاودین یاریدر هاودم هاوبیر و نام ادبیات یارستان به معنای هاودین و معشوقه معنوی هاتیه لباره وشه یاری و پیتی یک و کتایی یاری دید اتوانیم بوشی من ای پیتی که لروی زمان دستور زمانی نشاندر نسبی یا خوانداری یک چشتک و کرده اتوانیم بوشی من اوی که چشتک نسبت ایتا کسک یا شونک اره نمونه جور یاری، نوروزی، آسمان، خولی تا ایسا فرق قصه و سری یارستان کریاسو و مقاله فریقی و سری نوسریاس ولی لسر وشه خود یارستان تا ایسا کاری که زیاد نکریاس فقط اوی که به نام کتاب سرانجام سال 1375 چاپ اول بیا و صفحه 22 دکتر صدیق صفیزاده اشاره و کرده که یارستان و دو بشه یار و سان درست کریه به وعدهای یار سلطان صاحب. اما که حسین خلیفه که لیکولینوی فریقی داشته و سر یارستان و کتابخان یارستان سال 2007 و نو مقاله‌ای که به نام تعریف واژه یارستان وشه یارستان فره و جوانی شی کرده که به ایمه و بشیل بیشکی آماجه کیمن. ام ریزه و این مقاله اشاره کردیه اگر وشه یارستان به او شیوهی که دکتر صفیزاده وطیه قبول بکیمن یعنی سان و واتای سلطان یا شاه و نام او ساختار وشه یارستان که به یک هاتیه گرانکاری پیش دید. اره اوی که بتوانیم و معنای یار سلطان بکار من به نام زوان کردی و زاراوی هورامی پیک هاتنی وشه یارستان و شیواز یار به اضافه وی و به اضافه سان اره یک کس و یاران و سانی اره گشتی و کل بکردید. اره یک وی و نام زاراوی هورامی معادل کسره فارسیه. وره نمونه توانیم بوشیمن ها بنیامینش پیر و پیرانه 2 هفتم اتار یاری دکانه. اگر ایمه یارستان به واتای یار سلطان صاحب بکار بویمن یعنی ما حاتی منه و شکان کردی بردیم مثلا نام قالب رزمان دستور فارسی اره که ایمه و زاراوی هورامی بتوانیم وشه یارستان به یار سلطان بنوسیمن و معنای بکیمن واژه یار باید به کمک و به سان بچسبید و به یکو بید و کاربردن پاشگر سان و معنای سلطان هم و بوار معنایی و هم و بوار رزمانی کشه دارید وشه یار اسمی کتاک و آماجه و یک کس دارید اما و داخل و متنیل و دفتریل سرانجام یارستان همیشه و گشت یک مبعث کلی یا گشتی اشاره کریاست. وشه یارستان به یک کس اشاره نکرد بلکه همیشه و کسیلی فره آماجه دارید هم لزوان کردی و هم فارسی لیکر یا فعل و نوع یک رسته تبعیت و بکر یا فاعل جمله اکید یعنی اگر بکر تاک بید
لیکریش باید تاک بید و اگر جمع بید به شیوازه چم دید. استش میوان برز دیریمن که لیکولینوی فری داشتی و سری کتابکان یارستان و با این بابت زیادتر ارمان بحث کرد. کاک حسین خلیفه کاک حسین عزیز فره و خیر هاتین و برنامه خواتن و فره دستخوشی تنکم که دعوت ایمه قبول کردین. هزکن یکم جار اول پرسی خواتن مکم اگر بینیاری عزیز دوارت ما خدمت تانوس پرسیاری لخوامان آرستی جناب تنکم. فرمو. هم لخدمت امیش خوشحالم که لی برنامه شرکت کردم. ممنون که دعوت کردین. امیدوارم که بتوانیم من خدمت کردی من لای طریقه و جامعه یارسان و علاقمندر و آیین یاری. کاک حسین برز یکم پرسیاری که هزکم آرستی جناب تنکم و سری وشه یارسانه. با توجه به اینه که اشاره کوچیکی و مقاله سرکار کردیم که قبلا نوشیدن سال 2007 اتوان بزنم که خودتان چه توضیح کاملتری ارائه معطریتان و سر وشه یارسان. فرمو. سوال فروجه اتفاقا انسان اگر بتوانه بحثی لمورد دین یاری و مردم یارسان داشتی باید حل ابتدا و شروع کنی و برای ابتدای کار درست واسه ایمان مفهوم یارسان بتوانی من و شکل درست تشریح کنم. البته خب بعضی گذرا اشاره کردن و یارسان مثلا لبهترین حالت واسه پیروان سلطان صاحب که اصلا همچین معنی در واژه یارسان پیدا نتوانیم کنیم چون واژه یارسان اصلا قبل از تولد سلطان صاحبش وجود داشته. در اینجا بوده قیل عقلانی که ما بتوانیم یارسان و یه ترجمه بکنیم که یعنی پیروان سلطان صاحب. ما واژه یار دیدیم، بعد یاری دیدیم و بعد رسیم یارسان. یار و طور خلاصه لآیین یاری یعنی صرفا کلمه یارسان بتوانیم معنی بکنیم. البته یارسان توانه لادبیات کلاسیک معناهای مختلف ده، دوست، آشنا، هاوبازی، هاوفکر، هاوره، ای واژه ده. ولی وقتی توانیم لسر واژه یارسان قصد کنیم یار لرده و معنای یک نفر پیرو آیین یاریه. یعنی او جوری که ما دین اسلام دیدیم و پیروان دین اسلام میشن مسلمان، ایمه دین مسیحیت دیدیم و پیروان میشن مسیحی. لا دینیاری او کسی که پیرو دینیاریه و پیشن یار و طور تاکنه کس یعنی اسم مفرده. جمعی بوده یاران یعنی چند یار مشخص. بعد دا واژه سان دیدیم این کهاتها که بعضی موقع در ادبیات یارسان خود سان جور یه واژه مستقل آتها و بعضا جور هری واژه یارسانه جوری پسند آتها. سان و طور مستقل دو معنا داری در ادبیات یارسان، یعنی و معنای سلطان توانی بود و سانیش و معنای گروه و جمع. مثلا سان غلامان توانی هم معنای سلطان غلامان ده و هم توانی معنای گروه غلامان یعنی گروه پیروان ده. در نتیجه ولی لواژه سان یارسان یار تاکه کسا یاران جمع مشخصی که لیارل و یارسان کوملگاه جامعه سر و دین یاری یعنی جامعه پیرو یاری و پیوشن یارسان. ایمه لهر کورا ولی لرده خیلی مهمه که ایمه ایسانه و گل ستان فارسی یا کردیا و یکی نزانیم ده. مثلا ایسانه و گل ستانی که لکردستان تی متفاوته. ای ستانه و گل ستانی که مثلا لپاکستان تی لکوهستان تی یعنی اوانه دلالت بر مکان و جغرافیا دیرن که در حالی که لواژه یارسان ایما هرگز لهی جای لادبیات یارسان وقتی کلمه یارسان به یاستکار اشاره و جغرافیا نکی، اشاره و مجموعه انسان کی. یارسان و راه حق راسیان برانان و یعنی خطاب ای کلامه که جامعه پیرو یاریه. یارسان قسلان بواشم رمزی نچشمه قسلان یعنی دوباره لیرده مجموعه انسان مخاطبی ایمست. در نتیجه تماشا کمی یارسان ایستانه جوری پسوند داده
یاریش لمقابله اتگا و معنای جامعه پیرو دین یاری یاری یه اضافه یعنی یا گردگاه یار بیاساس صفت نسبی ارای یار یعنی کسی که دوستی که من ارای معنای و مفهوم این شعره که یاری لمکاتب قدیمش یعنی چشتر متراتب وجودی ده اشاره بکنم از شعر حافظ یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد تماشا که دیده یار مترادف وگر دوستا و یاری مترادف وگر دوستدارانه بعد یار و دوست یعنی کسی که یک نفر عاشق و حقیقته پس لیدا یار و معنای یک نفر عاشق دی دین یاری دین مهر دین عاشقی دین عطوفته و هر اوجرت که توانی مثلا وقت اشاره که آیین مهرپرستی که لودا ایزد خور نماد مهره مهر هر یعنی او دوستی و عشق و دین یاریش هر او واژه انتخاب که ریاست رأس میدینه جامی و شربت بسران پرمیر بنوشیم و عشق یا مولا آقا شاتیمون گردون گردانه حاکمان یاران مومن درمانه آقا سلطانه کلامه ترسه که بتوانی من اشاره بکنیم که مثلا چنه خود عنصر عشق بنمایه تفکر یارسانیه کلامه دیدیم عرب دو جیلم عرب و عرب قیس دو جیلم ارتو لیلنی من لیلم اصین ندیده چو سیلات کیلم بین و سرقتا شتر شاهی و یردم لبان پیل کجراهی دوستان بزانی های عوام و لیل نبو اثر لیل دماغ کردم کی دیده لیل ناسو و ویش خور بو نابینا بهتر بیو پیش تماشا که لی کلاما سیبراغه لعور تاخر چندین بار واژه لیل تکرار کرید و که معنا و مفهوم هر او عشق لیل گاهن لرده پیر بنیامینه و گاهن و مفهوم عشق که عاشق پیر بنیامینه و لرده دونی من عنصر عشق چنی لناوی کلام پر رنگه واسه شیخ امیر فرمایش که جهفتا و دو دین من بر کردن فرمان و دین یاری سپردن یعنی تماشا که ما واژه دین ارای یاری به مکار نه واژه آیین چون این واژه آیین چیزی که انحرافیه ارای یه جوری رد بکنیم که یه دینیه واژه امثال آیین ارای بنکار در حالی که خود بزرگان یارسان همیشه واژه دین رای بردستکاری میشیم دین بنیامین نایشیم این آیین بنیامین ایمه درداز شیخ امیر فرمایش که سرمان و دین یاری سپردن یعنی خود بزرگان که بنیان گذاره ای دین بینسا لکلمه دین رای استفاده کرد حسین بارز با توجه به قصیلی که سرکار کردن و با توجه به اشاره که و معنی ویژه یارسان بی و با توجه به آوه که لئی سالای فریق آسمیله که فریق به سر دین یارسان حادیه به طرف اسلام سرکار باور و اعتقاد یارسان چون تعریف کن ارائیم اتوانم بوشن که اصلا باور یارسان به چه سو پیروی چه باوری که هن؟ بله اول اشاره کردیم که دین عشق دین مهره خب رابطه مستقیم در نظر بنمایه فکری لبین یارسان و دین و کهن میترایی ماد وجود داره ایمن نمونگان نو کلامگان مفرد دیدیم وقتی شیمن دین عشق یه حرصید دیاوه چون دیاوه را تضاد بین دو تفکر که زمان مخصوصا رشد دینیاری مثلا اگه بشی من 600-700 سال وجهه
خیلی مثلا صحنه جامعه بیا اویش جدال بین دو تفکر، یکی که انسان چجوری توانه و حق برسه. بعضیان تصور کردن که لطریق عشق و طریق تزکیه نفس، پاکی نفس و عمل و کردار و پندار توانی و ذات حق برسی. برش مثلا جور ادیان شریعتی، یهودیت، اسلام راه لودین که تو لطریق مثلا عبادت، نماز و روزه و لای طریقه و بتوانی و اصلا خود شایسته بکی. فرقه تلبین که تواستن لطریق استدلال و پیدان مثلا پیروان فلسفه مشاهی که لطریق استدلال و طریق عقل تو پی و وجود خدا بوی. و کسان مثلا دینی جور حافظ و مولوی ایانه و گر یانه سر خصومت داشتن، چون تصور بدیه بی که عقل ناقصه، عقل و استدلال ناتوانی پی و وجود خدا و عشق خداوند بوی. در نتیجه یانه کسانی بین که و مقوله عشق و تزکیه نفس معتقد بین، تصور کردن ادغام ای دو عنصره، عشق خالص نسبت و خالق و تزکیه نفس و پاکی وجود، یه توانی یک انسان شایسته و اصلا طی کمالات بکه و طریقی طی کمالات بتوانی و ذات حق برسه. دینیاری بر اساس این مقوله عشق و تزکیه نفس، پاکی نفس بنیادگذاری کرده است. و جور علامه توضیح دم بچی مثلا ویگه بنمایه فکری و اندیشه یاری چست. یاری معتقد و مقوله و ناو دون ایدون یعنی جامعه و جامعه، لباس و لباس، بدن و بدن، کالبد و کالبد گردیان که تعریف مثلا شناخته شده تناسخه. دون ایدون نوعی که تناسخه دودا که روح یا ذات لکالبد چو دناو کالبدیته. لباور یاری منشه ذات ازلیه، چیزی که لازل وجود داشته و این ذات ازلیه که گوراترین یان ذات خاونکاره که تو بیاو خداوندگار است، خداوند است. لگ مرحله ایزدان تر خلقه که خمان و ناو هفتن و هفتوانه و چلتن و چلانه ناسیمیان و شخصی جو پیر بنیامین و داو پیر میسی یعنی خلقه. بعد لیک همکاری منسجم و گدگاه جهان خلقت کن ولا او زمان تعالان ای ذات خاونکاریه حاتنه لکالبود انسان پایان ظاهر کنه و خاطر و سیمه شخصیت دی جور مثلا شاخشنی لرستانی، بابا سرنگ، بابا ناوس سرگتی، سلطان ساق ایانه و اشیم یعنی خاونکارن، یعنی ذات خاونکاری دیرن بنا بر اساس هری فلسفه دون ایدون اشاره و پیکیمن. و لطریق ایف چرخه دون ایدونه یعنی تو لکالبودی بچیده کالبودی تر انسانگان سیقل خوان، روح سیقل خواه بود خواهن تجربه و اوانه خواهن تزکیه نفس خاصری دیرن و خواهن کردار نیکتریگن توانن کم کم یه پونگلی و دست بارن، یه امتیازات معنوی و دست بارن و بهترین حالتی که توانن لئی چرخه دونایدون خارج بن. لئی چرخه دونایدون و خارج بن یعنی تو خود لبار معنوی و شایسته و کردیده که دی ادامه ای چرخه تکاملی نیدی کامل بیده و او موقعه که تو پیوند بیده او منشه ذات ازلیه بیده خود بیده بشه لو دستگاه خاونکاری که او را تعلق دیگی لأول و ایه اساس باور یعنی بر اساس تزکیه نفس و عشق و خالق ترکیب لی دوانه تو توانید خود شایسته بکی که خود و تجدید بیده بشه لو دستگاه. حالا ممکنه یه نفر بيجي من ای تزکیه نفسه سوال پیش باید ای تزکیه نفسه بر اساس چه الگویی مثلا چجور متوانم مثلا ای چرخه تناسخه و سلامتی بکنم، چجور توانم مثلا بوم خاون بار معنوی بار ذاتی، چجور توانم بوم محرم. خب یه وسیله داسته
اشتی تو 4 اصل دینیاری است، 4 اصل اخلاقی است. البته یا بایشتبان یعنی اصول دینیاری، اصول دینیاری هر یکی که ای دونه دونه سا، یکی که واسه جهان ترکیب بده 2 عنصر ذات و صفات. صفات هر ماده سا، ذات که او قدرت و عقل کامل است که ترکیب بده جوان خلقت وجودات. حالا او 4 وسیله شد که تو توانی ته طریق بیب کی. یاری 4 شون باورش وجا، راسی و پاکی، نیستی و رضا. برانان ارکان خواندکاری و رضا و راستی و بردباری. یعنی بر ای اصل 4 اصل اخلاقیه تأکید کردیاست که تو بتوانی او دونه دونه تیب کی. راستیه، پاکیه، نیستیه و رضاست. ایانا ابزار چراغوی ری انسان که تو بتوانی و کمک پیرگان و هدایت اوان بتوانی ته طریق کی. و یک دین اعتقادی واژگان خاص خود دیده و هی مسئله ذات، تزکیه نفس و ته طریق ای واژگان مخصوص ایجوردیانی گنام. و اگر یک دین فلسفی تفکر فلسفی به خو واژگان خاص خود دیده، واژگان دیده که باید با وسیله عقل انسان تشریح بکنه، وسیله عقل پیدا کنه. در حالی که یک دین اعتقادی بیشتر اساس باور، باور باید که کی جو چیز دیگه. حالا خوش ما با یا بد میباید. حالا ممکنه بعضی دوستانیش بتوان شاید خواهم یکی دوانه بم که در درون خواهم خوشم باید من یه تعریف فلسفی در دین یاری بکنم که وقت عقل و استدلالش جور در باید. لیلایش نوع التزام را خواهم قائلم که ما باید دین یاری خوش من باید یا بد من باید او جور که هست معرفی بکیمن و او انتخاب واقعی بیم مردم باید یک درسته در دین یاری بیم مردم که دین یاری است. او جور گذشتگان ایمان ای باور داشتن، او جور که سنت دینی یاری به و اجرا کردته، او جور مثلا کسانی جور شیخ امیر تفسیری که شیخ امیر دینی یاری داشته، کسانی که خان الماس تفسیری که او داشته، دراویش آسیب راگه داشته، دراویش رفقار گوران داشته. ایما یعنی تفسیر دینی یاری این حقیقتا توانی من یعنی جور افضل استفاده هم که این پیبا و باور یاری بیمون و خاطر که امانتداری خیلی ممالا بر اساس یک تعریف واقعی و درست در دینیاری دیگران توانن انتخاب کنند. نتیجه گیریم که پاشگری سان و بشه یارستان و معنای سلطان نیه. پاشگری سان کاربودل جوواجوری دارید. به نام زبان کردی وقتی که پاشگری سان و نامی تاک یا مفرد اضافه بکنیم معنی گشتی و پایگیرید. جور یارستان دارستان که به معنای یاریلی فره و داریلی فرست. کاربردی گیتر و پاشگری سان وقتی که آماجه و شون یا مکانی که کد و نشاندر ولاتی که تایبته وکو کردستان، پاکستان، پولستان و قورستان. اگر ایمه کمیک سرینج بیمن و سر شیوازی به کاربردن پاشگریستان و نام ادبیات و دق و دفتر پیروز یارستان و راتی رمان درکفید که پاشگریستان آماجه و وطن و ولات و جه جغرافیایی ناکد بلکه آماجه و گروپ و جمع و کمولگاه درید. بینرین عزیز، رسیم و کوتاهی بخش یکم برنامه گریتنی و گرد مامن ارای برنامه کانی دهاتو تا وقتی کیتر و برنامه کیتر بمینن خوش و سلامت.